دکتر معلوم شد که نتیجه های تشخیصم برآمدن ها؟ من هم میدانم که عمر زیادم نمانده است. اقلا میخواهم بفهمم که برای آیله دار شدن این نبیرم را دیدن وقت دارم یا نه. لطفا دکتر به من گویید آیله دار شدن این نبیرم را دیده میتوانسته باشم؟ لوین با کجا؟ سردارم اکنون میروم و من درک شده مهمانی کرده خدا راضی باشد. چه خیلی که میگم مهمان 2 روز مهمان است. خیر در کجا میستی؟ میابم یگان جای چهارم را میبینم سردارم. لباسم را پگام میگیرم. بیا پشت راست حرف زدن نگوی. با خانه ما میرویم. رفتیم بیا رفتیم. اوه برای زاغی سیاه چای سیب سیاه دم کردم. اوپا این قبول ازت شده است به خدا. با چی هفتی خونکت تروش کده؟ یه چیزی نشوکر. من طاقت کردن نمیتوانم برادر. او را این خیل غمگین میبینم دلم آب میشود. میفهمی شوکر؟ مگر غمگین نمیشه برادر؟ او خواهر توست. صبر کو برادر. خیرت که من خواهر ندارم. نه شوکر نه. اکنون از روی من شده غمگین شدنش را نمیخواهم. برویش میبرویم. خواهرم من اکای تو هستم و آغوش میگیرم او رو. بس است برادر چیزی شود. یعنی غمگین شدن خواهرت را نمیخوای؟ میدونم. حالا تو در چه حالتی؟ این را هم من میدونم برادر. وقتی حقیقت را گفتن یکی بسیارتر غمگین شود، یکی قهر کند. آن وقت چی میکنی؟ بیتون رو دیدیم دختری آشکارا است. به فکر من او غمگین میشود. چیزی شود. از روی من غمگین شده گریه کردنش رو نمیخواهم. من برای یک قطره اشک چشم او عمرم رو میبخشم. ای برادر این خیل نگو. چی خیل عمر چی خیل مردم. و تو موری من چی کار میکنم برادر؟ فکر من رو نمیکنی تو؟ ابا شایگو ملائکه درگذر آمین نکنه بومبری. پگه بگه در ریستران فاتحه داری. هفته دیگهش باز توی است. خدایا کلاس را هدایت کن. شام بخیر با همه تانشتیای تو. اوه امک جان. زهرا جان شام بخیر. شام بخیر. فروخ تو ایمیجرات رو دیگر کردی؟ ها همین خیر. گفتم کمی تغییرات شود. یعنی این با سالم موافق است؟ در این سین و سال این چه حال است؟ هیچ معقولم نشد. بخدا با من معقول شد. ستیلم رو نو یافتم تولین. چنونه که میگویند بوزا و قرالبت بحث نمیکنند. با میلیس هم معقول شد. بسیار زیبا. از این پس نمیخیل شوید پدر جان. آه دختر جان من. لباس های پوشیده نبست؟ ها بعد از بیمارخانه رفته خرید کردیم. کمترک جوانی پدرم رو نو کردیم. ها تولین اگر سالهای پیش می بود بینبدن تو یک کرتا را انتخاب کرده گرفته نمیتوانستم. وای چه اینقدر زود گذشت. وقت زود جریان دارد عزیزم. تیز میگذرد. امروز با پدرم یک روزی اولی جنوب گذراندیم. اولی جنوب گوش کن. یک چیز گویم. ما این رو در یک هفته یک بار کنیم ها؟ روزیم با جان و دل. پدر جانی بهترینی من. دخترم بین اگر از روی شکمم بهترین گویی با خبر باش که این شکمم رو در مدتی کوتاه‌ترین آب میکنم. زهرا دام و لازیاد در کجاست؟ در مسجد بابا جان. فهمو نامی پدر مادرم رو بدهانت نگیر. من به شما یک چیز رو میگویم.
برای ساخته بودن شوهر آینده‌ات رو میدونی زهرا یا نمیدونی؟ ملیس تو چه گفتنی بودی؟ اگر میدونستگیم را گویم دامولا و زهرا یک جا نمیشود، زهرا با سمی یک جا میشود. فرصت را من به دستان خودم با آنها میدهم. چی؟ وای چیزی مهم نبود. گفتنی بودم که پدرم امروز از سوزندارو ترسیدم. ملیس کودکی کلو. امک جان درست است. در سر چی هست لیمه؟ سلامتی گروی تازگیز. برای که میسرم نفتد در سرم ریمال انداختم. عزیزم با من میزی بدی یا نه؟ پیسرم تو چی هنرها داشته لیکن اوف چی خیلی بوی لذیذ دارد. اوف چی به دستم میزنی؟ بچه عیب است آخی سراسیمه نشو. چی شد؟ یعنی یک سردار کلان دو از قاعده آشخانه بیخبرید. حالا هم مانند کودک آمده بعد قاشق میاندازید. این از او آداب نیست. اکنون سبب خانه رو ترک کردن ینگه هله رو فهمیدم. تو هم از او هیچ کمی نداری. یگان ناراضگی نمیخوام. خودی ها رفته به هم دستاتون رو شوید. من باشم دسترخوان رو میپارکم. زود مش فراموش نکنم در وقت خوراک رومالات رو اثرت گیر. میبینیم از این پس هر فرمانی که میشود اجرا میکنید. من برای شما ینگه هله نیستم. فهمیده؟ بابا جان لبی یک چیز پرسم؟ کنی بپرس. میدونم امروز دخترتان اومد. چی گفت؟ یگان خبر بد یا خوش گفت؟ به تو یک خبری خوش دارم. تو را فاتحه میکنیم. بابا دکتر چی گفت؟ فاتحه رو اگر رد کنم بابایم رو بسیار غمگین میکنم. چی خیلی که میدانی یگان چیز ایوز نشده است. گپای همه وقت میگفته گشا گفت. خواطر نشو تا توی تو رو نبینم. از اینجا به آنجا نمیروم. صدقه انگشتانتون شوم. لطفاً این خیر گپ نگویید. مرا غمگین نکنید. توی را باشد بعد از فاتحه زود برپا کنیم تا من برمان نمانم. این خیر نگویید. زهرا جان من بسیار خرسندم. تو هم خودت را غمگین نکن. اگر تو غمگین شوی من هم غمگین میشوم. میلش حالا باشد راست به جای خواب رفته خوب خواب میروی. میبوسم جانکم عزیزم. بابا جانک سردارم من به شما توصیه نمیدیم. از دو سر به من نمیارزد. اما میگم که با ینگه هله یک بار گپ زنید. اینقدر آسان نیست لوینت. بابایش مانند جین به من چسبیده است. یعنی زود از این کار دست میکشه سردارم؟ ای دست کشیدن نه. آخر من به حله چی میگویم؟ آشکارا درباره اون رسم دروغگو برآمدم. از به اون مقابل برآمدن شرم میدارم. وای کلته کلاس، وای بیشرف. کلته کلاس شده زندگیم را ویران کرده بس نبود. با زاغی سیاه شده حیاتم را برباد میدی احمق. من تو را نابود میکنم. میفهمی؟ نابود همش را از بینیت میبرارم. اما مردک از پشت کارتکلس دسترخوان جزیر کردی. کارتکلس به این دسترخوان چی داخل داره؟ چی میگویی پسرم؟ چی میگویی؟ میگویم که الکی این کارتکلس مخلوق ضرررسان است. من هم قبول دارم.
این را گفتن خواستم. سردارم گوش کنید، کمی پیشتر در یک موضوع گپ زدیم که یعنی که شما با ینگه علی چی گفتنتون رو نمیدونید. در اصل مشکل همین است که شما چی گفتنتون رو نمیدونید سردارم. با او چقدر دوست داشتنتون رو بگویید سردارم. با چشمانش نگاه کرده و با او گوید که علی جان من از شما دور شدن نمیتوانم. بعد با او بگوید که علی جان خانم به تو رنگ گور تاریک است. سردارم زنی خوبی فرمانبر پارسا کند مردی درویش را پادشاه. دلارام بود زنی نیکخواه ولی از زنی بد خدایا پناه. خیل سردارم این آدم کجا شد؟ سردارم بابایم به مراسم من در فکر زاغ سیاهم. او با دوملازی و اویل دار شدنم را زیاد میخواهد. انتظار است. زورا جان چند بار به تو گفتم که عقلت رو به سر گیر. خوب که موضوع زاغ سیاه رو نشونیده است. اگر میشونی چی میشوده؟ خدا نشان ندهد دلش میکفد. بعد من چیکار میکنم سلینا؟ چیکار میکنی زورا جان؟ با دامولازی اویل دار میشوی؟ بعضا میگویم که کاش که به این اویل داری ساخته دست نمیزدم. اما بابایم دامولازی را بسیار دوست میدارد. بگذار، خوب شد که دست دادم. خرسندی بابایم از همه چیز برای من بالاتر است. چی شد؟ باسم از همان دیوانه پیامک است. بله، چی میگوید؟ در دهانت خونم چکد از من گریختن نمیتوانی. من دائما در نزدیکیت هستم. میگوید دروید. بیایید بابا جان. تو را اون حال نمیفهمد. چخیل تو درد زیاد داری. غم تو را من میدانم دخترم. بسیار غمگینم بابا، بسیار غمگین هستم. با تو دروغ گفتن نمیتوانم. از آن آدم عمیق جدا شدنت را میخواهم. برای بهبودی تو حله. به من باور کن، از این راه برگردی برایت فایده دارد. از اونی که یک عمر غمگین شوی، یک بار غمگین میشوی، اون هم در میگذرد. میدونم بابا جان، همه این رو میدونم، اما من اون رو بسیار دوست میدارم. با دلم گپ گذراندن نمیتوانم. آخر با صدای بلند فریاد میزند، خاموش کردن نمیتوانمش. با گذشت وقت خاموش میشود. اگر اون رود گویا که قلبم مانند من یتیم و بی‌پرستار میماند. نه اون وقت دلم خاموش میشود. آخر تو یتیم و بی‌پرستار نماندی. آخر به زهرای تو هم مادر هم پدر شدن کوشش کردم به مقداری توانم. بله، از عهده‌اش بسیار خوب برآمدی. ما رو خوب پرستاری کردی. در وقت خود بودنم از برای بعضی نافهمی و با وجرم در آمده میگریستم. بعد شما می آمدید برای غمگین نشدنم آرام خواب رفتنی من حکایه نقل میکردید. بله، کنی درو علی خیل کنی سرت را به کتف من گذار. مثل پیشتره در یک مملکتی یک دختر زیبایی و
دلش صاف بوده است. علاوه بر این او یک شوهر بیکار خوجه‌ای داشته است. ای بابا. بله بله. خوشرو هم بوده است. میلش به فکرم همه ما چقدر کلان شویم به یک کسی دیگر احتیاج داریم. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شودگار بود. در زمانهای خیلی قدیم بابا جان، من میدونم که این کارها رو برای خوشبختی برای من میکنید، اما من با اون حال جدا شده نمیتوانم. اون رو بسیار دوست میدارم. کمی عقلش به سرش زند گفته میخواد میکنم. حالا میبینید اون حال هم به راه میدارد، بسیار آدمی خوب میشود. لطفا از من نرنجید، اون رو بسیار دوست میدارم. خوابی تو هم نبرده ایستاده است؟ ای نه احمق عصبم رو ویران کرد. از سرم دور نمی شود. زهرو باز قوتی نباشده. آی این خیلی نگو، خدا نشان ندهد. این خیلی فکری بد نکن. آخر از چی دونم؟ آخر زهرو یک فیلم تماشا کرده بودم، عیناً همین خیلی بود. دختر دوست داشته مخفی داشت، با او گل و شکلات ها میفرستاند. بعد میدونی چی شد؟ بعد دوست داشته مخفیش به خونه دختر اومده، او رو پاره پاره کرده، ریزه کرد. چی شد؟ او است. ببین چی نوشته است. به نزد من بیا جانکم زود از حجره دوگانت برو. زورو اینجا بودنی من رو میدوند. سلین آرام شوی. زورو عجبا من رو دیده ایستاده است. سلین چرا میترسی آخر؟ چرا خود به خود خیال ها میبافی ها؟ چی شد؟ زورو در پایان کی باشده؟ سلین جان در پایان کی بوده میتوانده؟ زورو جان در پایان کسی هست به خانه در اومده ایستاده است. گوش کن نترس، اینجا بی خطر است، هیچ کس در اومده نمیتواند. تو چی در باره بی خطری گپ زده ایستاده است؟ من میگم که در پایان کسی هست به خانه در اومده ایستاده است. تا چی است؟ با خدا قسم میخورم که در پایان کسی هست. مادرش آرام باش. بیا یک گوجت بشیم. تمام بیا آرام شو رفتیم. بیا آرام باشیم. بیا تمام آرام رفتیم. آرام هیچ چیز نیست. تمام رفتیم. رفتیم.
سمی برخیز سمی برخیز سمی از جویت چی گپ هست؟ سمی در خونه کسی هست؟ کی هست؟ چی شده؟ محبوبی من. تو زاغی سیاه هستی کو برخیز رفتی کی من؟ بیا تو خودت رو نشون ده او رو دستگیر کن روز من زاغی سیاه رفتیم زودتر خواهیش میکنم مایلا او رو دستگیر میکنم زودتر باشه تمام مقال نبرداره کمی آرام شوید خیر حالا این خیلی میکنم اگر من زاغی سیاه باشم نقابم رو باشم یعنی او شاید شکلی مرا دیده است مرا دیدن وقت شاید میگریزد البته میگریزد رفتیم زودتر یکی نگریزد این خیلی نمیشود نمیشود یک ثانیه نقابم رو گیرم کمتر آرام شوید حاضر تمام خواهیم نقاب را یافتیم میپوشم با فکر من این رو دیده تلخه قف شده میگریزد یک ثانیه ایستا با این حال میکنم شما مقال نبردارید یک طرف استید حاضر منه خدای من حاله سمر جانم عشقم به خانه پینانه در آمدم از تو خواهش میکنم از جدا شدن دست کش حاله بیدار بودنت را میدانم از کمتر صدا بیدار میشوی کنی با من گپ زن عشقم تو را آغوش کرده میتوانم تو را بسیار یاد کردم بویت را یاد کردم بویت را عوض کرده همسرم عزیزکم دخترها از پسند کجا شد؟ چی شد؟ چی گفت کسی به خودت در آمده؟ چرا؟ کدوم مخمخی چرا؟ کی بود؟ نمیدونم ولی به عقل در آخر فهمیدی شکر آن احمق را دستگیر کند ایستا نگریز با کجا میگریزی نوبکار تو را من دستگیر میکنم آخر ایستا با تو میگم ایستا یا خدایا در بیرون چی گپ باشد ای آن احمق را از دست ندیه دستگیرش کنه شوکت تو هنوز هم خوبی همه این با کار می آید ایستا من تو دستگیر میکنم آخر متهم به دست افتاده او کیست که خودش را زاغ سیاه کرده است دلیل این ابله را من دستگیر کردم بس اکایونال عذر زیاد میپرسم خفه نشوید مهم نیست امیر مادر اینجا چه گپ شد؟ ای میلیس شیرینکم تو اینقدر سخت خوب میکرده ای یعنی اگر بمب هم کفت نمیشنوی آخر من تنها با دیدنی همسرم برای با او گپ زدن آمدم برای همین به خانم مانند دوست در آمده باز شر نداشته در وقت خواب مرا آغوش گرفتی
من تنها همسرم را آغوش گرفته نبودم. من از کجا دانم که شما را آغوش کردم؟ میدونستم مگر آغوش میکردم؟ چیزی که گویی همش بیفایده است. حاله به نزد دو دیگر بر نمیگردد، جدا میشوید. چرا تو نقاب داشتی؟ میدونید وای برای محبوبی سنین رو ترساندن. من همین نقاب رو پوشیدم و تو محبوب داری؟ دارم. فاروق تبریک میکنم، بسیار دلیر بوده، یعنی در دست گلدان. وقتی که از پس آن احمق دویدنت رو دیدم افتخار کردم. یگان جای واهیمه‌اش نیست عزیزم. من تنها با اجازت ندادم که گریزد. بله. رحمت گفته یعنی احمق گفته. خفه نشو سمی جان لطفاً. ای چی در حولی ما افتیدیم کو من گویا کسی رو دیدم، یعنی خیال نبود، در حقیقت کسی رو دیدم. احمقی مرو. نه احمقی تو رو نه. چی کاتاکیلاس رو. چی گفتی کی رو؟ هیچ چیز نیست حیاتم. بس هست. وای این طور بگو سمی نقاب زاغ سیاه رو بر سرش کشیده، با این واسطه انگجانمون رو از خود کردنی است. ها کریسه سوپر زور کریسه بالا. من وای رو یک بار داشته میزنم که عقلش رو گم میکنه. یک کوینی معبدیوم ما گفتم که تیال اجازت ما دهانو بینی سمیر زده حوار میکنه. انا رو کنه بینه دهانو بینیش رو چخیل میشکنه. اون نال در آنجاست. کدومونا؟ چند نال هست؟ یک تا. کیستو؟ توی اپای زنون. آفرین برادر. ای خیر کنی رم؟ او در اینجا چیکار میکنه؟ نه از در بر اومدم با وای رو شدم و شخ شدم موندم. چی شدی؟ شخ شدم. اکنون چیکار میکنه؟ بالا نمیدونم شوکت چیکار میکنیم نمیدونم. این رو البته شیشته خوب فکر میکنیم. بیشرف. کنار تو با این ینگم بسیار چسبیدی. بین اگر به خوبی نشود از بین برداریمش. نمک لبا اکا بدون من حاضر تو رو چی کار میکنم؟ چرا اکا؟ ای بچه تو چرا اینقدر بیفهم هستی؟ تو چرا اینقدر بیعقلی؟ این عشق است، عشق. این کار با مجبوری نمی شود. تو این خیل کارها رو آموز. آخیر اکا این رو من برای خوبی تو گفتم. این خیل نکن اکا. آکا از امنیت خبر اومد کاتاکیلاس یک خواهر داشته است. چی؟ خواهرش؟ ای بچه مگر رو بیکش و بینوا نبود؟ نبوده است اکا. پلیس او رو یافته است. کی بود از وای؟ سراغش؟ حالا در این باره معلومات نداریم. همین که معلومات یافتن در حال با ما خبر میدیم. شما هم بیکار نیستید. زودتر از پی کار شوید. خوب جستجو کنید. آن سند را زود پیدا کنید. خوب شده سکا رفتیم. های کالتاکیلاس اکنون به دستم افتیدی. خودت به نزدم میایی با پایهای خود تازان اگر نهایی تو را از مرده بدتر میکنم. زهرا این دو ملوزیا چقدر شخصی عجیب است. کجایش عجیب بوده است؟ یعنی چی دونم با دو ملای حقیقی مانندیست. این خیل رقص و بازی کردن، دانستنی نمودی پای افضال و کرته های مشهوری دنیا با تو عجیب نمی نماید. چی گفتن میخواهی؟ یعنی عجیب و خیر. به خدا برای من ملیس جان این عادی می نماید. مگر دامولاها رقص خوب کردن نمی توانند یا اینکه به این حق ندارند؟ او یکتای من است، زیاد جانی من.
حالا با اجازت تو من باید برای فاتحه هم تیاری بینم. تا بازدید. تا بازدید. زهرا داملای ساخته بودن این شخص را میدوند یا نمیدوند؟ نفهمیدم. یا این دختر این را میدوند یا اینکه داملازی ساخته نیست. سرم گرم شد. یک راهی فهمیدن است. با او یگان سوال دینی میدیم. از اینترنت میبینم. های دوستم، این داملا سیاه است، مانند اولیا است، یک شخصی بسیار مبارک است. او این یک کفر صف کند تمامی بختت کشاده می شود. کالتکیلسی بیکس و بینما فکر میکردمش. خواهر داشته است. حالا باشد که بودنی خواهر کالتکیلس را فهمیدن لازم. میگویم که یک باری دیگر داملا مرا کفر صف کند. میخواهم که بودنی خواهرش را فهمم. ها؟ چی گفتی آرس؟ همین خیلی پسر؟ بله اکا. نامک اینها رو چرا با تو نمیگویم میدانی؟ چون که در ایمانی تو ضعیفی رو حس میکنم. در این دنیای 3 روزه مرده میروی. او کمی خودت را به ترتیب درآره، او کمتر خودت را برادر آر. خیر میلش. آرس میدانی چی؟ به داملازیا یک تارت به شاهان ارزنده محتشم عالی جناب فرموده تحفه کنیم. چی گفتی؟ دیدگی در حیرت ماند. در حال از خفای کار شو. خانم ملیس؟ داملازیا، من به شما یک سوال داشتم. چند وقت شد مراق میکردم. شما یعنی برای سوال پرسیدن آمدید؟ آمدنم یگان مشکلی دارد؟ نه، یگان مشکلی ندارد. تو اینجا آمدنتان لازم نبود. من در خانه هاتون جواب میدادم. شاید یگان سوالی تعجیلی دارم. تعجیلی؟ بله. تعجیلی؟ مرحمت خانم ملیس، اگر سوال داشته باشد گوش میکنم. فقط یک تا. تنها یک سوال پرسیده میتوانم؟ یعنی شما مرا دائمی خیلی خطا میفهمید. یک سوال نه، البته چقدر که میخواهید پرسیدن گیرید. میلش نباشد میپرسم. مرحمت. ما زنان لک کردن رو بسیار دوست میداریم. با این ناخونانی لکی نماز خواندنی ما درست میشود؟ بخیرت خانم ملیس، نماز خانی را سر کردید؟ آی شما چی هم میگویید؟ چی دانم، سوال تعجیلی گفتید کو؟ این رو دانستن میخواهم. مگر وقتی شروع کردن نماز این رو دانستن لازم نیست؟ یعنی؟ شما به سوال های من جواب میدهید یا نه؟ جواب نمیدهم نگفتم کو. میلش پس انتظارم. حالا یعنی خانم ملیس، در اینجا چیزی مهم نیت است. اگر دلتون پاک، نیتتون خوب باشد، خدا عبادت شما را البته قبول میکنه. یعنی در اینجا مشکلی نیست. تشکر زیاد. خواهش میکنم. یگان سوال دیگر داره؟ اینش بسنده است. پس با اجازت شما. خدا حافظ. روز بخیر. خدای توبه، کسی از پیشم برایت از من سوال میپرسد. چرا میپرسی از من؟ آخر چی دیگر داملا نیست؟ دلی صاف بوده است، نیتی خوب بوده است. با ناخونانی لکی نماز خونده میشده است مگر؟ حتی طهارت نمیشود. در 2 دقیقه اینترنت در آمده آموختم. چی خیل؟ چیزی که من در 1 دقیقه آموختم داملا چی خیل نمیداند. انیق داملای ساخته است. انیق. بس است اکن، همش رو میگویم. آخر تو خواهر من هستی. بابای داملا، السلام علیکم بابای داملا. علیکم السلام. یک دستتان رو بوسه کنم. ای داملا، شما توی دارید و مرا دعوت نمیکنید مگر این خیل میشوده؟ با خدا که دعوت کردنی بودم، لیکن وقت نشد. میلش باشد، من به هر حال می آیم. داملا باز از طرف داماد می آیم. من در این روز مگر شما را تنها می گذارم ها؟ تشکر زیاد آقای کنان. چه خیلی که با شما وعده دادم دیگر آدم ها را غم نمی دهم. بخیر باشید.
اما آن کالتکیلاسی گرسوخته در وعده نیست داملا. یا خدا توبه آخر آقای کنون، مگر این خیل توبه می شود این خیل نمی شود آخر چی کار میکنه شما؟ داملا چی کار کنم؟ کاریان را با آخر نرسانم من راحت نمی شوم داملا. کاریان را با آخر رسانم به خدا به شما وعده میدیم که به حج رفته در آنجا پر توبه میکنم داملا. شما باز میدانید که برای پر توبه کردنم وقتی کم مانده است. با خیر است؟ فهمیدم که کالتکیلاس خواهر داشته است. خواهرش؟ بله داملا، ما بویگیرهای زیاد داریم که بودنش را حالا نمیدانم، اما برای فهمیدن وقتی کم مانده است. لیکن بعد آن را فهمیدن وای کالتکیلاس به نزد من تازان می آید داملا، خواهد نآید. خیر میلش داملا، شما در ترددی توی هستید، سلامت باشید. باز دستتان را بوسه کنم. با شما برای کار رفتیم باشه ها. آفرین لوین، بازم بالا زد پخته ای؟ سردارم خوردن را یک طرف گذارید. یعنی چی خیل؟ کاسه‌های ناشسته در آنجا بسیار شدند. برای شستنشان یگان صابون نیست، یگان فیری خریده بیار شسته مانیم، یگان پرابلم نیست، تمام تازگی. مرا هم فهمید و خید وجدان ایسانیم در خانه مادرم همین قدر کار نمیکرده. آی ینگه حالید این قدر نوز نکرده بود. اینش کی؟ لبای من کالتکیلاس. کالتکیلاس؟ بله کالتکیلاس کمیسر. تو رو دستگیر میکنم، از دست من رها نمیشوی. وقتی بهوده گل دادن ندارم، مرا خوب گوش کن. سردارم در حقیقت کالتکیلاس نزد. تلفن بده یک دقیقه مهمش دارم براستی. خاموش لوینت، برای دستگیر کردن من خواهرم رو استفاده کرده ایستاده، اما بدون که او رو چقدر به خطر میپرتویی. من این خیل کار نمیکنم. با این خیل کار دست نزدنت رو باور دارم. گوش کن که بسیار تنها تو از قفای من نیستی. معلومات ها آیید به خواهرم به دست قانونی دیوانه افتاد، حیات او در خطر میشود. از من چی میخوایی ها؟ پرونده خواهرم رو از بین میبرداری. یکی از بین نبردارم. اگر از بین نبرداری نتیجهش رو میبینی. تو باز مرا تهدید میکنی ها؟ سردارم شما رو تهدید کرده ایستاده است. همون تلفن رو با من دهید و حالا لوینت رو نمیشناسد. گوش کن کمیسر، سالهای طولانی است که مرا دستگیر کردنی هستی، اما مرا ذره نشناختی. من تهدید عمل میکنم. پس عمل بکن. مرد باشه روبرویم برای بینم چی میکنی. چی گفته است سردار؟ چی؟ بهوده گل زدن ندارم. گفتم که کمیسر حالا مرا خوب گوش کن. نمیخوام که به نزدیکانم ضرر رسد. این هم از تو وابسته است، فهمیدی؟ مرا گوش کن. اگر به نزدیکان من ضرر رسد، اون وقت به نزدیکان تو هم ضرر میرسد. این رو به سرت جو کن. ای گمراه چی میگویی؟ الو خاموش کرد بیشرف. سردارم شما خطا کردید که تلفن رو به من ندادید. لوینت خاموش پسرم، خاموش. جانکم حله. سردارم شما با ینگه حله گپ زده ایستاده بودید، با کالتکیلاس گپ نمیزدید. ینگه حله چرا شما رو تهدید کرد؟ لوین خاموش پسرم، خاموش. فهمیدم سیلین جان، تو آن احمقت را نیابی، من که بودن زاغ سیاه را نفهمم با ما راحت نیست. زورو جان سمی رو میگویم، با فکری من اون مجبوری حرکت کرد. با من هم همین خیلی نمادار شده، اما آدم را نفهمونده خیزانده دوانده مخیر. آن طرفش همین خیلو، لیکن من عموما باور ندارم که زاغ سیاه سمی باشد. نمیدونم سیلین، باید انیق کنم، اما چه خیلی انیق کنم؟ زورو جان این رو فکر نکن، بهترش تو از پای فوتیه بشو عزیزم. درست راست میگوی میلش. خیر میلش تا بازدید. میلش عزیزم میبوسم تو رو. بای بای. با کجا فروخ؟ کاری تو نباشد عزیزم.
خیل یعنی کجا رفتنت رو نمیگویی؟ هر قدمی زدم رو با تو حسابو دیم طولین یا خدا توبه خیر تا بازدید میبینیم خیر. از پشت دیوار گپ گوش کرده ضعف میبریده. بسیار کاری خوب. دوملوزیا من هم بانند شما رفتنی بودم. بخیر است آقای فاروق، بسیار زیبید است. رحمت سلامت باشید. با شما تشکر گفتنیم. باور کنید طولین درگیردم دور زدن رو آغاز کرده است. با من اونقدر رشت میکنه که باوریت نمی آید. بسیار زیبید است. تشکر. سلام. سلام زورا جان عزیزم. خوب هستی؟ خوبم ممک جان، شما چی خیر؟ رحمت جانم خوبم. خیر من عاشقان رو تنها گذارم اکنون نه؟ چقدر شیرین هستن؟ سمی زاغی چه بوده است؟ نه این خیلی فکر نمی کنم، شوخی میکردگیست. شوخی؟ کی این خیلی شوخی به مورد ناجا رو دوست میدارد؟ یا که شوخی نباشد؟ اگر شوخی هم نباشد پروایی ندارم دیگر. روزای به شمار بابایم مانده است ملازیو. مهم سلامتی بابایم است. دیگر هیچ چیز را فکر ندارم. سفسطا نگوید. اگر سمی در حقیقت زاغی سیاه باشد خفه نشوید، اما این آیله داری را کرده نمیتواند. در سر من یک فکر شبهناکی است. اگر زاغی سیاه سمی باشد من این را از کجا انیخ کنم؟ بسیار آسان. از سمی یگان واقعه بین شما و زاغی سیاه شده را میپرسید. تنها چیزی که بین شما و زاغی سیاه است بینه جواب داده میتواند. اگر جوابی درست دهد زاغی سیاه او است، اگر ندهد زاغی سیاه نیست. آخر چی پرسم؟ اگر بر نزدیکان من ضرر رسد اون وقت بر نزدیکان تو هم ضرر میرسد. این را بس فقط جو کن. هوشیاری را بین، ناممان را دزدیده است. های سمی حقلک، دیدی که این دختر کسی را فکر میکنه به ناموس. خودت را او گفته با پیشش بر آمدی. سلام علیکم دوملو. و علیکم السلام. بیشرف. دوملو جان، از نام جماعت مسجد برای شما یک توفه ناچیز گرفتیم. سالا $2,500 بوده، پول مانا رسید همه را گرفتیم دوملو. تشکر آقای خلیل، سلامت باشید. و خدا در نزد شما خودم رو هیچ تنها حس نمیکنم. استاد یک سوال دارم پرسم؟ هجری حاضر پیش از فاتحه سوال پرسیدن بدبختی میارد میگویم. چی؟ بدبختی میارد؟ این خیلی خرافات های سفسطه را از کجا میابه دوملو؟ دخترم تو با کاری دوملو دخالت نکن. مادر جان لطفاً. اقلا از برای من خاموشه. مادر جان خاطر حقیقت بالای هر حقیقت است. فهمیدید خاموش بودن نمیتوانم. دوملوزیو در دین ما خرافات موجود نیست، مگر این رو میدونید؟ معلش خانم اینش موجود نیست و شوخی هم موجود نیست. یعنی من فرصت شوخی کردن ندارم. بین دوملوزیو شوخی کرده است. من نفهمیدم، از من نرنجید. استغفرالله. پرس هجری، چی میپرسی؟ بینید استاد، شیطان انسان را در هیچ کجا راحت نمیگذارد، حتی در نماز هم نمیگذارد. از راست میآید، از چپ میآید. استاد در همه جا وسوسه میکند. چیکار کردن لازم است؟ آخر خیلی نمیشد هجری. پسرم با مقابل شیطان هوشیار میشوی. تو اجازه نمیدی که شیطان تو را از پا افتاند. از راست میآید، از چپ میآید، اما تو استوار میمانی. فهمیدی پسرم؟ فهمیدم استاد. خدا راضی باشد. با مقابل شیطان هوشیار میشویم. اما که خلیل نوشتم. با من رو بردار میکنم. دوملو جان پگه بگه در رستوران فاتحه تونه هفته دیگه با توی
боз маро таъқиб карда истодаастам. چیکار میکنی؟ احمق! با کجا میگریزی؟ تو از لیمن خلاص شدن نمیتوانی. دست را ده. همش را خواهی میشوی. من چخیر با گپ در آوردن تو رو میدونم. پیشتر آ. کلاس جو؟ فقط توی میخریم ها؟ بله شوکت، پگاه روز کلان است. عمیق‌ترش نکاحی ساخته میکنیم برادر. یه برادر ساخته یا نساخته که پگاه بگه در رستوران فوتیاتون میکنن. بعد فوتیاتون برادر هفته دیگر توی میخریم. جانون میشه. تمام. در 2 دقیقه با سرما متخصصی مناسبت های بین المللی شدی. کلاس جان با خواهرت گپ زدی؟ نه، گپ زدن نتوانستم. چی بکو؟ شوکت، کنان دیوانه خواهر داشتنم رو فهمیده است. چی؟ بله برادر. ما در 10 سال خواهرت به زور یافتیم یا در 2 دقیقه چی یافتن؟ نمیدانم شوکت، نمیدانم. اما خدا را شکر که کی بودنش را عمیق نمیداند. کار کرده جستجو میکند. خواهر من بودن بیتول رو اصلا باید نفهمد. برادر این کارهای من همه جزیر شد. باز چیکار میکنی؟ نمیدانم شوکت، اما در این حالت رفته با بیتول تو خواهر من هستی گفته نمیتوانم. چی میگویم آخر؟ احتیاط کن خانم برا و سیول نفهمند. این شفصته میشود. از دوری خواهرم بیتول رو محافظت کردن را دوام میدیم. برادر من همین جویم. خواهری تو خواهری من است. محافظتش میکنیم. غم نخور. مشکلی هایم تمام شوی ندارند. لبای سلین جان، شخصی که تو رو ناراحت میکرد دستگیر کردیم. اگر بیکار باشی باشو ببیا. خدا رو شکر در حال میایم اکایونا. مرحمت چینه احمقی به شما گل فرستاده را من دستگیر کردم. حضور میپرسم خانم سلین، به خدا دیگر شما رو ناراحت نمیکنم. مرا ببخشید. 1 دقیقه من تو رو از کجا میشناسم؟ البته تو کارگر پیشینه ما هستی. بله. خواطر نشوید خانم سلین، جزایرشو میبینند. خواطر نشوید، راحت باشید. وای لیمن، من از تو عذر میپرسم. یعنی یهودا تو رو گناهگار کردم. مهم نیست خانم سلین، من کارم رو اجرا کردم. با این خیل ابله ها ما هر روز روبرو میشویم. من برای این بسیار کوشش نمیکنم. خیر میل است، اگر اجازت دهید من حالا از پس کارم شوم. او رو با اجرای پرس و پوست برید زود برید. موره های گردن در گب نیست. سلین، این رویم رو سوزانده ایستاده است. کی خشک می شود؟ زورو جان کمی صبر کن، خشک می شود. خوبش نمی کردیم. این چی لازم بود؟ عزیزم پگو فاتیه داری. من رویت نورانی شود یا خدای توبه. در نزد لیونت عیب شد. اون احمق کارگری خودمون بوده است. به خدا به هیچ کس باوری نیست. خدا را شکر که زودتر دستگیر شد و به یگان خطر نجات یافتی. خیر میلش. سلین، پگاه در این وقت در فاتحه می شویم. در هیجان هستی؟ هیچ نیستم. تنها از موضوع زاغ سیاه خلاص شدن می خواهم. اونقدر مرا عذاب داد که ای ما رو هم عذاب دادی. دوملا زیاد به من یک چیز را پیشنهاد کرد. برای زاغ سیاه بودن یا نبودن سمی را فهمیدن یک سوال ده گفت.
یعنی چی خیلی؟ از اگون صحبتی در بینتان گذاشته یکون پرچه لیکن چی؟ بسیار منطقی. یعنی حل انیق؟ اما چی میپرسم؟ این رو آخر با تو گرد زده بودم خرگوشم. خرگوشه؟ نه من خرگوش رو دوست میدارم. از همین سبب گفتم هجری همش از پشت تو مرا دوست میداری؟ با من خرگوشم گفتی؟ زورو از سببی که تاجیلا با من با خوردن خواستی ایست تخمین کنم نگوی. از فاتحه دست کشیده ای با فکرم. سمی آرام شده میتوانی؟ میدونستم. قسم میخورم این رو میدونستم. یعنی مرا انتخاب کردنت رو زاغی سیاه رو انتخاب کردنت رو میدونستم. سمی خاموش میشوی؟ خاموشم. برای آنه که باور کنم که تو زاغی سیاه هستی باید یک سوال رو از تو پرسم. حالا هم باور نداری ها؟ بعد از جوابی گرفتت بسیار شرم میکنی. البته مایلش من راضی هستم. کنی پرس؟ شبه که با تو گپ زدم تو با کدام حیوان به من صدا کردی؟ البته که چوجه هم. نه چوجه هم میگویم. چی؟ وای کبوترم. نه گربه‌چم. نه خیرسه کم. نه من هم این خیلی چی بود سخنهایم رو برای سمی خب کن. سمی دروغگوی هستی. بسیار دروغگوی هستی. میفهمی؟ تو چی خیلی جسارت کردی که با من دروغگویی؟ ها؟ تو چی خیلی به حسیاتی من بازی کردی؟ حیف به تو شرمنده. عذر میپرسم. عذر نپرسمی. نمیبخشم. فهمیدی؟ نمیبخشم. باورم نمی آید تو حالا چرا چنین کردی؟ چرا باور نمیکنی؟ تو را حال هم دوست میدارم. اما تو مرا اهمیت نمیدهی. چیزی که نگویم زاغی سیاه رشک کردم. اگر دروغ هم باشد در جای او بودن رو خواستم. شاید خیلی که او رو دوست میداری مرا هم دوست داری گفته فکر کردم. نه تو وقتی به من زاغی سیاه بودنت را گفتنت فکر کردی که مرا خرسند میکنی؟ ها؟ تنها مرا غمگین کردی سمی. آخر تو اگر زاغی سیاه رو دوست داری پس چرا؟ خاموش شو سمی. این سخنت را دیگر دوام نده. چون که به هر یک عملت جواب میدهی. زهرا عذر میپرسم. ای زهرا باورم نمیآید امروز فاتحه داری؟ من حالا هم به حیله کرده سمی باورم نمی آید سلین. تو حالا هم این رو از سر دور نکرده ای؟ سلین حیله های کردش اونقدر بیفکرانه بود که از عقلم دور نمی شود. عزیزم فراموش کن رود. خیر عاشق شده است این کار رو کرده است. جانم عشق انسان رو به همه کار مجبور میکند. اینش یک طرف انسان مروق میکند آخر. چرا؟ اگر با دامولوز یا اولاداری ساخته نمیکردی عجب و با سمی اولادار میشدی. سفسته نگوی سلین. برادر اگر کمیسر اونال برای سرم بیاید چیکار میکنیم؟ این رو فکر کردی؟ خواطر نشو رحمت با آقای اکرم که این کار رو حل کرد. چه؟ دیدن حله رو با کمیسر اونال من کرد. این کار خوب شده و خدا اونال با فاتحه آمده نمیتونه. بخدا بعضا وقت سقله با تقدیری که برادر خاموش شو. اولین بار کار برار گیره با خدا در کتام نمیگنجه. نخند رفته یک چای بیار. گپ نیست برادر. شیمو کسی تنج گرفته. داشتی شما کلاس. تو چی میگی؟ فاتحه کلتا کلاس است. خوش شوا. گاز رو درگیرونده. لوند زود باش پسرم. در همون خوابت برچی؟ عجایب بوده ای.
لبای زهرا. یزنا جان با فوتیهای من می آید ها؟ البته عزیزم می آیم. چرا نویم؟ زهرا جان بابایت رو میدانی، آمدنم را من کرد. نه یزنا جان یگان اعتراض نمیخواهم. می آیده؟ من بابایم را راضی میکنم. بلش؟ بله زهرا جان می آیم. بسیار خوشحال میشم یزنا جان. برای این دعوتت بسیار تشکر میگویم زهرا جان. بگو در اونجا میشوم. تو باستی. بلش انتظارم. لوین بعد از حمام از آن املت های با لذتت میپزی؟ مزهش در دهانم مونده است میدانی؟ حتی حالا اینقدر املت های خوب نمیپزد. زنک جان خوش آمدی. تو کی آمدی؟ چرا خبر ندادی؟ اینجا خانه من هم هستونال. برای بگو لباسهایم رو گرفتنی آمدم. وقتی آمدنم با تو باید خبر میدادم. نه عزیزم البته که میایی، اینجا خانه تو هم هست. اما با فکرم از آمدنی من ناراحت شدی. جانم مگر این خیلی ممکن است؟ کمی پیش تو با کی گپ زده ایستاده بودی؟ کی بوده است که از من امولت را خوبتر میپخته است؟ در خانه کیست اونال؟ در حمام کسی هست؟ او لوینت است. خاموش باش اونال، خاموش. عزیزم لوینت خودمون رو نمیشناسی. لوینت آخر بیچاره جای ایستادن نداشت. یک دو روزه به خانه ما آمد، یک جای میستم گفتم. تو از من چیزی رو پنهان داری اونال؟ من از تو چی رو پنهان میدارم؟ حیفی تو بود اونال. باز خلطی مرا با او پوشانده یه؟ چی خیل خلط؟ چی خیل خلط؟ علی تنجه سردار چی دوت میزنی؟ بلا شد بلا، میفهمی بلا. در یک خانه کلان تو دیگر لباس نیفتی ها؟ خلط حله رو پوشیده ای. آخر سردارم من خلط شما را نیفتم، از مجبوری خلط ینگه حله رو پوشیدم. ای برباد دادی همه رو، برباد دادی. حله خلطش رو در تن تو دیده فکر کرد که در خانه یکان زن است. ای سردارم من رو ببخشید، اینش هم تقدیر بدی شما. اوف. خوش آمدید مهمانان هست. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. جنابا خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. نور دیدن. خوش آمدید. خوش آمدید مهمانان عزیز.
برای آمدنتان به هر یک شما تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت باشید دوستان. سلامت باشید. مرحبا. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. نور دیدت حاجی سر. خوش آمدید. خوش آمدید. زهرا جان در اینجا چیکار میکنی؟ تنها بودن میخواهم. البته مشکل است میفهمم. سمی مرا نفهمیدی؟ البته میفهمم برای با شخصی که دوستش نمیداری اویله‌دار میشوی. سمی با سر نکن. مایلش درحال غضبناک نشو. من در اصل به اینجا برای عذر پرسیدن آمدم. اکنون این موضوع رو میپوشیم، دیگر دوام نده. مایلش؟ مایلش عزیزم. در واقع بسیار زیبا شده ای. تشکر. زهرا جان در داخل فاتحه تو است میدونی؟ آی نمیدونستم سلین جان، خوب شد که به یادم آوردی. چی شد با زهرا؟ چی رو فکر میکنی؟ سلین جان غضبی نشو. زاغ سیاه سمی نباشد پس کیست؟ زهرا جان کمتر بعد فاتحه میشوی حالا هم زاغ سیاه میگویم؟ چی کنم سلین جان، در دست من نیست. باید این رو فکر نکنم اما از فکرم دور ساخته نمیتوانم. بابایم رو بین چه خیلی خرسند است. با واسطه دامولوزیو میدونم. اکی اونم میآید؟ کمتر پس میآید. انشالله بابایم یکم مشکلی نمی کند. راستی نمیدونم با فکری من بسیار عصبی می شود. عصبی هم شود به خاطر من یکم کار نمی کردگیست. امیدوارم. برادر تو عالم حیوانو تماشا کردگی؟ ای تو چی میگویی شوکت؟ رنگی سنجابکای افریقا رفتار میکنی او میخرن کو شیر اومد گریزین. این زمان تو برادر همه خیر رفتار کردی او تو دامادی برادر. خفه نشو برادر، من مانندی تو کیف و صفا ندارم. اون نلاست چیکار کردنش معلوم نیست. اما چه گفتی اون نمیویا آقای اکرم نموندهشه بو چی خشوگانی میگیری تو؟ شوکت این اون نلاست چیکار کردنش معلوم نیست. میبینی که رسیده اومد. اون نل بوده. اون نل گفتی؟ من نگفتم. این شوتون گفت. به خدا که من گفتم. آخر با این حال ابد می‌نگرم. غمگین است. بیچاره دختر کاشکی اون نل هم در اینجا میبود. با همین خاطر گفتم. ای بخدای انگار قرضون نکنه همین بابای اکرمتون بسیار انسانی پس بده. نه خود همه خیلی روز هم مرده که نمونی که توی بیایه. در اصل نبودنش خوب است. اپای حالی هم بیامون شاد است. جونه که من در حقیقت بسیار غم میخورد. اما کمتر پس بسیار خرسند میشود. با خیر است؟ از بابایم پنهانی از نه اون را دعوت کردم. سورپریز در سرت مانا. لبای؟ تو چی کردی زهرا؟ با خدا که بسیار خوب شده است. من هم عیناً همین رو فکر کرده بودم. یک قند بزن ینگه برای ما سورپریز کلان شد در این روز. بسیار کاری خوب کردیم با خدا. زنه که به فکر اینده زور. بله. مرا فهمیدی لیوین؟ گوش کن. وقتی که به اونجا میرویم به حالی میگویی که ینگه خلطت رو من پوشیدم. ای سردارم من این کار کرده نمیتونم. در نزد مردم این گپ رو من چخیل میگویم. میگویی پسرم؟ یکی خانم سلن میشنود. مهم اویله من است. از شنیدن خانم سلن من شرم میدارم.
لیکن به خاطر شما میگویم. البته که میگویی. این را باید پیش از پوشیدن غلطی حل فکر میکردی. فعلا چی فکر میکند پروایی ندارم. در گوشش آس تک بگم نمیشود. خوش آمدید. مبارک شما. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. مبارک شما. خوش آمدید. تو چی میکابی اینجا؟ خوش باشید آقای اکرم. هیچ خوش نشدم. تو چی خیل به اینجا آمدی ها؟ ما از طرف داماد به اینجا آمدیم آقای اکرم. برای بیکس و بینوا نبودن دامولازیا را نشان دادم به اینجا آمدیم. تو اول نبیره مرا میدوزی. بعد باشد شرم نداشته به فاتحش میآید. بی شرم و بی حیا. آقای اکرم آن یک خطا بود فهمیدم. علاوه بر این در این باره من همش را به دامولازیا فهماندم. آخر لذت این خیل روزی خوب را از دست دادن معنا ندارد. بی این هم با دیدن روی تو لذت این روز رفت. چه کار کنم؟ شماره اسکوز می. مهم نیست. خوش آمده. بلیس جان، من از همه بسیار رقص دامولازیا را با زور انتظارم. فهمیدم که در رقص همتان نداشته است. در برابر این دامولای مسجد هست. در حیرتم به خدا. اگر دامولازیا را در ساختکاری پروفسیونل بودنش را میدانستید باز هم بسیارتر حیران میشدید. سمی جان بسیار خرسند می نمایید ها؟ سیوال جان اینقدر زیبا شده ای؟ دفشو از پیشم نمیک. یکم چیزی بد گفتم آخر زیبا شده گفتم آخر نمیک رو نباشد کردت میزنم رو. مایلش باز همین نمیرسید. شب بخیر خانم سلین. شب بخیر. شما چی خیل؟ کاری تو چی؟ ها؟ کارت چی؟ یه خدای توبه. ای وی. این چی خیل زن است. این تعبی دل من است. هیچ گپ را تاب نداده در روی آدم میگوید. آخر تو از من میشوی. سلین. تشکر. یک دقیقه سردارم ینگه حله را فریاد کنه در همینجا میفهمانمش. کنی پیش در رو لیون. رفتیم دوستان عزیز، میهمانان گرامی، به مراسم فاتحه نبیره بسیارم دوست دارم زهرا، این چونین داماد شونده من دامولازیا، مهمانان عزیز خوش آمدید. مبارک شود. من بسیار میخواستم که دامولای سوخته بودن شوهر شونده را برآمده با صدای بلند بگویم، اما میترسم که سمی را از دست میدهم. همینم کار شد. گپ را کم کن راه گرد. اون آلیزدیمیر؟ بله منم. بخشش فرمان مخصوص آقای اکرم است. شما در آمده نمیتوانید. خیلی من در آمده میتوانم. نام شما چیز میگوید؟ نام من لمت روزیبک. تو به داخل در اومدن نمیخواستی کو؟ ای سردارم آخر با ینگه اهل گفتنی بودیم کو، خلط شما پوشیدم. در پیش همه گپ زدن نمیخواستی کو؟
سردارم شما رو به درون در آمدن نمیمونن. من در آمدن خودم گپ میزنم. ای بیشرف، از برای سلین ها؟ توبه کنید سردارمی خیلی نیست. شما رو باشد خانم سلین اشاره مونده است در آمدن نمیتوانید. خودش چی گپ است برادر؟ من اویلم را دیدن میخوام. یک طرف ایستید؟ خواهش میکنم. چی گپ است؟ ای صغیره، اکنون در حضور شما انگشترین ها را میاندازیم. بله، انگشترین ها را بیارید. در حال میارم بابا جان. خوب شد که به من گفتی که زهرا اونل را دعوت کرده است. اگر نمی گفتی همش برباد میشد. خواهر عزیزم، چقدر وقت دیگرم مانده است دکتر؟ سلامتیتان روز به روز خوب شده ایستاد است آقای اکرم. بسیار هم خوب. یعنی گفته میتوانم خطر را پسی سر کردید. دکتر جان، از شما یک خواهش دارم. مرحمت بگویید. این وضعیت را در حال حاضر عائله هم نداند بهتر است. وقتش بیاید من این را خودم به آنها میگویم. از شما خواهش میکنم در این خصوص لطفاً به هیچ کس سخن نگویید. مایلش آقای اکرم، چه خیلی که شما خواهید. تشکر زیاد. خوش باشه. تا بازدید. اگر زهرا این را فهمد با داملازیا عائله دار نمی شود. خدا به من انداختن انگشترین های نکار را هم نصیب میکند انشاءالله. Thank you.